بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام بنده های خوب خدا، هم نفس ها و هم نشینای دوست داشتنی و همیشگی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی ممنونم که برای من دعا میکنید، برای همه اهالی یاد خدا، دوستان پشت صحنه، کارگردانمون، تهیه کنندمون، متولیان یاد خدا دعا میکنید که ما بتونیم تکلیفی که روی دوشمون هست رو به بهترین شکل حقش رو ادا بکنیم و انجام وظیفه کنیم به بهترین شکل. خیلی ممنون که دعا کردین ما نایب الزیار شما باشیم در 40 اختران شهر مقدس قم و امامزاده موسی مبرقه و امامزاده زید که از نوادگان امام سجاد علیه السلام هستند. همه اینایی که عرض کردم یه جاست در یک بقعه است و ما مشرف هستیم به دعاتون. انشاءالله که قسمت شما هم بشه. و بازم خیلی ممنون که دارید یک شنبه های یاد خدا رو همراهی میکنید که همراه هست به کارشناسی استاد رمزی اوحدی با موضوع راهکارهای تربیتی با توجه به سخنان نغز امیرالمومنین در نهج البلاغه. و بازم ممنون که تا آخر برنامه میشینید پای تلویزیون و صحبت استاد رو گوش میدین. یه صلوات بفرستیم برگردیم شروع کنیم گفتگو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من خیلی خوشحالم از این بابت که میتونم دوباره با استاد رمزی اوحدی حرف بزنم، گفتگو بکنم، ازشون یاد بگیرم. فکر میکنم شما هم حس منو داشته باشید. آقا سلام عرض کردیم، خوش آمدید و خوشحالیم از زیارت. بزرگوارید، خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خودم رو به محضر شما همکاران بزرگوارتون و بینندگان محترم تقدیم میکنم و برای اونا نیکبختی دو دنیا رو از خدای بزرگ میطلبم. الهی آمین. به دعای خیرتون، نفس حقتون انشاءالله. خب ما محضر امیرالمومنین هستیم و با توجه به فرمایشاتشون راهکارهای تربیتی رو برای ما میفرمایید، درسته؟ بله. توی این برنامه چه موضوعی رو مد نظرتون؟ پس فکر میکنم ادامه بحث هفته گذشتمون باشه که راجع به صبر و حلم نکاتی رو فرمودید، تموم نشد، درسته؟ همینطوره. در ارتباط با نهج البلاغه این حقیقت رو ما بایستی بهش برسیم، چون اگر نرسیم ازش استفاده نمی کنیم. ما اگر بدونیم یه جا گنج هست میریم سراغش، اگه یه جا بدونیم گنج نیست که نمیریم. معجزه کلامی امام علی علیه السلام نهج البلاغه است، یک گنج عمیقی که سعادت دنیا و آخرت ما رو رقم میزنه، تفسیر میکنه انسان رو، انسان بودن رو. ما تو جلسات قبل عرض کردیم نهج البلاغه از زوایای مختلف میشه دید موضوعاتش رو. ما اینجا فقط بحث‌ها و راهکارهای مهم و مؤثر امام علی علیه السلام رو در بخش تربیت داریم اشاره میکنیم. تو بخش صبر یه مروری با هم بکنیم. هفته قبل اولا از تبعات عدم صبر فرمودید، کسایی که تو زندانن و نمیدونم خیلی هم تأمل برانگیز و تلنگر داشت فرموشاتون، جایگاه مهم صبر و بردباری و اینها. و بعد راهکارهای صبور شدن توی زندگی رو فرمودین اگه اشتباه نکنم. اولیش فرمودین که حالت بردباری رو به خودمون بگیریم و بعد فرمودید دعا کنیم. ذکر صلوات رو فرمودید، راه گشاست. و بعد نکاتی که فرمودید جا عوض کردن و آب خنک خوردن و اینها و اینا رو یادمه. بله. خب یه سری غذاها هم تاثیرگذاره، خوردن بعضی از غذاها مثل کشمش، زیتون، سیب درختی، اینا هم به خاطر اون عناصری که داره میتونه تو بخش خون سردسازی انسان اثرگذاره. حالا یا حالا دوستانی که میخوان مباحث اثر خوراکی ها رو بر جسم و جان دنبال بکنن، کتاب احادیث پزشکی مرحوم آیت الله ری شهری کتاب خوبی، دانشنامه احادیث پزشکی. بله. یه 2 جلدیشو من داره. بله. این کتاب داشتم یه کسی از ما قرض گرفتی که نداد. بله. این کتاب از این جهت که غذا چه آثاری توی بدن انسان و چه انعکاسی داره و چه ظرفیت‌هایی رو توی انسان میتونه فوق‌العاده است. بله. ایشون اومده احادیثشو بررسی کرده. کتابای من الان احادیثی هم تو ذهنم هست، منتها خواستم بگم که اون 3 تا خوراکی که اشاره کردم الان در تکمیل فرمایش شما یه بخش عمده ایش هم اونجاست. بله. حتما تهیه کنن، منم پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنن کتاب. ببینید امام علی علیه السلام در نهج البلاغه
یه بخشی از فرمایشاتشون تربیت پیشگیرانه است. حضرت داره پیشگیری میکنه، با این عنوان باید نگاه کرد. بله. و تو این تربیت پیشگیرانه انسان انسانیت خودش رو پیدا میکنه. ما گم میکنیم خودمون رو گاهی وقتی. گم کردن نه به این معنی که الان از این نقطه تا منزلمون نتونیم بریم، نه، نقش خودمون رو گم کردیم. بله. تو این فرمایشاتی که حضرت میفرمند تو بخش تربیت پیشگیرانه، انسان ارزش پیدا میکنه، انسان میشه. ولذا داشتیم عرض میکردیم که کسایی که عصبی هستن، صبرشون کمه، حلیم نیستن، یکی از راه حلاش دعاه، یکی از راه حلاش هم توسله. توسل، ببینید ما حتما هممون شنیدیم یا دیدیم، مرحوم حضرت آیت الله العظمای بهجت میفرمودن هر کسی بخواد معجزاتی که راجع به امامزاده ها و اماما صلوات الله علیهم اجمعین درباره شفا یافتگان دیده یا شنیده رو بنویسه، همه میتونن یک کتاب بنویسن. یعنی انقدر ما دیدیم پیرامون خود. بله. مثلا مادر ما یه صحنه رو در دوران جوانیش دیده، با بزرگمون دیده، اینا رو همه رو جمع کنی یک کتاب میشه. اما من غرضم اینجا از این نکته چی بود که امامای ما صلوات الله علیهم اجمعین فقط مرضهای جسمی رو درمان نمیکنن. ما اگر توسل بکنیم مرضهای جسمی و مرضهای روحی و روانیمون رو که روانمون به هم خورده رو هم درمان میکنن. کسی که مبتلای به خشمه، با توسل میتونه مشکلاتشو حل بکنه و بایستی توسل هم بکنه، در این حال که دعا هم میکنه. چرا؟ چون ببینید خشم یک حالت خود انهدامیه، یعنی انسان خودش رو داره نابود میکنه. شما کسی رو سراغ دارید آقا که عصبانی شده باشه بعد لذت ببره از این حال خودش؟ همشون ناراحتن. از ایشون بپرسی دست خودم نیست، میگه اصلا حالم خوب نیست. دست خودم هم نیست که هیچی، میگه اصلا حالم هم خوب نیست. این جمله هم که میگه دست خودم نیست نشان دهنده ناراحت بودنشه دیگه. میگه بابا به خدا دست خودم نیست، مگه خودم نمیخوام. بله، ناراحته. اینو عرض بکنم که غضب یک احساس آزاد تو مباحث تربیت دینی محسوب نمیشه. شدیداً یعنی غضب یک احساسه تو بخش هیجانات. ببینید تو روانشناسی امروز هیجانات رو برشمردن. 6 تا تیتر داره. تیتر اولش خشمه. خشم یک احساس ممنوعه در اسلام، یه احساس آزادی نیست، ممدوح نیست، سرزنش شده. ولذا شما نگاه میکنید میبینید که مثلا ائمه ما با احادیث مختلف به عقوبت‌های برزخیش اشاره کردن که تو با این خشم داری یک گرداب تاریک عمیق وحشتناکی رو در برزخ برای خودت به وجود میاری. استاد ببخشید سوال میکنم، خشم و غضبی که البته عموما ما نابجا استفاده میکنیم دیگه، بله، یعنی خشم و غضب بالاخره یه موهبتی هم میتونه باشه، جایی که به جا استفاده بشه. بله. درسته؟ بله. تو بحث جهاد فی سبیل الله ظهور و بروز خشم دیگه. احسن. خشمی که برای خداه، برای دفع ظالمین. اونجا ممدوح پسندیده. اما بله، البته خشم نسبت به خودمونم اینم مهمه که ما از دست خودمون و نفس خودمونم بهش ناراحت باشیم. دست علی حال هیجانات رو که تو بحث روانشناسی امروز میشمارند، خشم یکی از هیجانات محسوب میشه و باید کنترل بشه. و ما اینو باید در نظر داشته باشیم. تو بخش خودنگری تو دین اسلام مبحث خشم یک امریه که ائمه ما به ندرت اجازه استفاده کردنش رو دادن. مثلا تو مبحث قصاص یه نوع خشم تنبیهی برای اون کسیه که حد رو از اون معیارش گذرونده، یا اون حدود الهی، چون ما 10 تا حدود داریم دیگه در مبانی فقهی. علی حال بحث هایی که تو بخش روانشناسی هست، وقتی تو روانشناسان میان هیجانات رو میشمارن و میگن آقا خشم اولین هیجان هست، اونا به این جنبندی رسیدن که باید کنترل بشه. چرا خشم باید کنترل بشه؟ چون قابلیت های عقلی شما رو کاهش میده، توان عقلی شما رو کاهش میده، میره تو مرحله جنون، میره تو مرحله بیفکری.
لذا همه اون افرادی که عصبانی میشن همون لحظه بپرسی حالت خوبه، میگه نه آقا داغونم، حالم خوب نیست. راست میگی. هیچ کدومشون رضایت خاطر ندارن. خب چرا رضایت خاطر نداری بازم نمیری دنبال درمانش؟ تو مرحله ابتداییش جناب آقای قوامی همین دستوراتی که ائمه ما گفتن قابل درمانه. بله. اما تو اون مراحل پیشرفتش احتیاج به درمان داره. یعنی درمان هایی که حالا بنده میدونم درمان ها بعضی از قرصاش، نه که حالا بخوام بگم تجویز، نه میخوام بگم میدونم که توی مراحل بالاترش باید درمان های بیشتری پیشگیری بکنن و درمان بکنن. علی حال اون کسی که خشمگین میشه اول یه زخم درونی به خودش زده، یعنی یه چاقو دو سریه که اول به خودش زده بعد به اطرافیانش. این فاجعه ای که داره درست میکنه، این آتشی که داره درست میکنه، امنیت روانی خانواده رو داره از بین میبره. امنیت روانی خانواده رو از بین بردن یه امر ممنوعیه در دین اسلام. شما هیچ جوری نمیتونی خانواده رو دچار دست انداز روحی بکنی تحت این توجیه که آقا من یه آدم عصبانی هستم. خب شما بیجا آدم عصبانی هستی، باید صبور باشی، باید تمرین کنی. بله این ریاضت و این تمرین یه نوع عبادته. ما خیال میکنیم نماز خوندن عبادته، این تصور درستیه، ولی تصور دقیق تر اینه که یه کسی بیفته به جون خودش. چقدر قشنگه این حرفتون. بیفت به جون خودت، به جای اینکه تو خشم بیفتی به جون دیگران، خراش بکشی تو احساسات دیگران، احساسات دیگران رو لگد کوب کنی، بیفت به جون خودت. این تمرین، ممارست و به تعبیر شما به جون خودت بیفتی که این خصلت‌های بد و حالا عصبانیت از کوره در رفتن بالاخره خودت دور کنی. یعنی چی من نمیتونم همینی که هست؟ و این عبادت اصلی، عبادت درسته. ببینید شاه مردان مولا امیرالمومنین در مواجهه‌ای که در جنگ احزاب براش رخ داد چه کار کرد؟ اون حتی که بی تربیت آب دهنش رو انداخت به بلند شدن یه دوری زدن. داره به من و شما چی نشون میده؟ آقا مودت ذوی القربای پیغمبر یعنی چی؟ فقط دوستشون داشته باشم؟ آقا من باید مودت سیاسی مثل سیاست علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، مودت اقتصادی باید داشته باشم. نه آقا من فقط دوست دارم عمل نمیکنم. مودت تربیتی باید داشته باشم، ببینم چه راهکارهای تربیتی داده. مودت عرفانی یعنی تمام صحنه‌های زندگی شما باید بوی زیبای معطر مطهر بهشتی سیره اهل بیت تو زندگی شما باشه. یعنی تو همین عشق دنیایی هم جهت‌های گفتاری اون کیس خودش رو ملاحظه میکنه. آره میبینه جهت کلامش به کدوم سمت خودشو تنظیم میکنه. آره. مثلا میره خانومش میگه آقا من شما با فلانی نشست و برخاست داری، دوست ندارم بنشینی، بلا فاصله قطع رابطه میکنه، میکشه کنار. دقیقاً جهت گفتار او رو ملاحظه میکنه. اینجا حضرت امیر صلوات الله علیه تو جریان جنگ احزاب داره به من شما چی نشون میده؟ حضرت داره با عملش به ما نشون میده، میفرماید وقتی عصبانی شدی موقعیت تو تغییر بده. یادتونه جلسه قبل عرض کردم یک از راههای این که خشممون رو کنترل بکنیم تو اون موقعیت خودمون رو تغییر بدیم. حضرت مولا امیرالمؤمنین به ما دارن تصویر میدن با این حرکت نورانیشون. حالا مودت ذوی القربای پیغمبر چیه؟ من تو مسائل اقتصادی پیرو اهل بیت نیستم، فقط میگم دوست دارم. تو مسائل سیاسی مودت ندارم، فقط دوست دارم. سیاستم مثل سیاست شمر ابن ذوالجوشن میمونه. تو مباحث مثلا فرض فرماد عرفانی من مودت امام العارفین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو ندارم، فقط علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو دوست دارم. اما تو بحث عرفان دنبال عرفانهای خارج از دین اسلام. آقا این مودت نیست اسمش. امیرالمومنین دارن از این ور میرن، این شخص داره خلاف جهتش میره. در این حال که داره خلاف جهاتم میره میدونه و میگه منم دوست دارم. آقا چه دوست داشتنی است؟ لذا ببینید کسی که خشمگینه تو جریان جنگ احزاب، حضرت بلند شد موقعیتش رو تغییر داد، داره به من و شما این پیام رو میده که ببین برای خشم این بازسازی روانی زمانی برای تو پیدا میشود که موقعیت تو تغییر بدی. اجازه میدین یه فاصله بگیریم برگردیم؟ اینا ذره پروری شماست، اگه نه ما هر خیلی بفرمایید بریم یه جای خیلی دوری نرین، زود برگردیم که ادامه بدیم. فرمایشات استاد بشنویم. بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار همچنان خدمت استاد عزیزم رمزی اوحدی هستیم و این 8 دقیقه پایانی برنامه رو استفاده میکنیم. آقا در خدمت. خواهش میکنم. پس چی شد؟ هیجان خشم قدرت عقل ما رو کم میکنه و ما بایستی این سرعت هیجان درونیم رو کاهشش بدیم. تو محیط خانواده وقتی خشمگین باشید، اعضای خانواده هستن ولی نیستن. یعنی دیگه حاضر نیستن تو این محیط خشن سنگین تیره حرف شنوی داشته باشن. قرار ما محیط تربیت رو اول آماده کنیم. اگر کسی صرفاً یه زمین زراعتی داشته باشه میتونه بذر بکاره، نه زمین کافی نیست، زمینش رو باید فراهم کنه. یعنی اول باعث این علفهای هرز رو از این زمین جمع کنه، بعد شخم بزنه، بعد بکوبه، بعد بذر رو بپاشه، بعد آب ببنده. یعنی زمین داشتن عامل موفقیت یک کشاورز نیست، زمینه رو باید فراهم شرط لازم هست ولی کافی نیست. بله. زمینه کارهای تربیتی اینه که این پدر و مادر باید صبور باشن. احسن. خشن باشن میرن دیگه فایده نداره. لذا وقتی یه طوفانی توی باغی بزنه تمام این شکوفه ها میریزه، دیگه چیزی باقی نمونه. این شکوفه هایی که توی این خونه هستن، خب البته اگر یه وقتی از دستمون هم در رفت عذرخواهی بکنیم. چه ایرادی داره؟ ما از دخترمون، از پسرمون، از همسرمون. من بعضی از آقایون علما رو سراغ دارم. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه شرح حالش تو این زمینه چند نمونه از ایشون من شنیدم. این نکته است که ایشون خیلی به موقع بعضی اوقات مثلا از محیط خانوادهشون تعریف کردن خودشون که آقا من مثلا از خانومم به خاطر بعضی از کوتاهی‌ها عذرخواهی کردم. ببینید چه محیط لطیفیه اون موقع، چقدر این محیط دلرباست. اون موقع ببینید وقتی یک کسی که این حالت خشم توش نیست، تازه میتونه مباحث تربیت، گفتگوهای تربیتی، روش‌های تربیتی که ما میتونیم بعداً از امام علی علیه السلام نقل بکنیم رو بگیم. این رفتار کنترل خشم به یه معنا تربیت پیشگیرانه حضرت مولا امیرالمومنین به عنوان یه راهکار که ما تو محیط خانواده اول امنیت روانی بچه‌ها رو به وجود بیاریم، زخم زدن روحی رو تکرار نکنیم، این حس رو تو محیط خونه به وجود بیاریم که ما اونا رو دوستشون داریم. وقتی کسی خشمگین نمیشه بچه متوجه میشه که پدر ما اینجا اشتباه کردیم ولی تحمل کرد. این خودش باعث شیفتگی میشه، این خودش باعث جذب میشه. چون تو قرآن تو سوره مبارک آل عمران به پیغمبر میفرماد اگر یه ذره غلیظ القلب بودی همین هم که دورت بودن میرفتن. پس ببینید عامل جذب خود صبور بودن باعث میشه که کشش به وجود بیاره. من یه آدرس بدم، همه بینندگان محترم تو حافظه شریفشون برن دوران دبیرستانشون ببینن، اگر تو خیابون معلمشون رو ببینن معلم خوش اخلاق باشه از ماشین پیاده میشن میرن سریع باش سلام علیکم میکنن. ببینید خود صبور بودن عامل جذبه. لذا ما به عنوان یک تربیت پیشگیرانه امام علی داره اینا رو به ما یاد میده ها، که حضرت داره به ما اینا رو یاد میده. من میخوام یه نکته ای رو به شما عرض بکنم. ما اگر شیوه عملمون با امام تناسب داشته باشه، خب ما مودت ذوی القربا داریم. اما کسی که رفتارش با امام علی علیه السلام هیچ تناسبی نداره، امام علی علیه السلام اون بی تربیت آب دهن انداخت به صورت حضرت موقعیتش رو تغییر داد، خشمش رو کنترل کرد. شیوه عمل من اینجوری نیست. تو محیط همکاری، همسایگی، خانواده، اقوام بلا فاصله از کوره به در میرم. عجیبم اینه که بعضیا تازه افتخارم میکنن آقا من همینی که هستم که هستم. این رنج مشترک رو تو خونه نباید ایجاد کرد. وقتی چون طرف خودش ناراحت میشه، خودش که ناراحته، یه رنج مشترکی رو به وجود میاره. به همین دلیل این خشم این تنفر رو ایجاد میکنه. ما برای این که بخوایم عصبانی شدیم اگر یه جا جبران بکنیم باید عذرخواهی بکنیم. وقتی عذرخواهی بکنیم چون از دست آدم در میره، این یه التیام روحی میاره. طرف میگه ببین پدر من، خانم میگه همسر من اشتباه کرد اما عذرخواهی کرد. این خوش التیام بخش.
پس ما باید بدونیم که با خشم ما داریم تو محیط خونه احساس دردناکی شدیدی ایجاد میکنیم که انعکاسش تو شب اول قبر ما باعث چی میشه؟ فشار قلب میشه. لا. زخمی کردن دیگران تو حالت خشم پسندیده نیست. من یه داستان کوچکی بگم. حضرت یونس پیغمبر و ظنون اذ ذهب مغاضبا خشم کرد، یه ترک اولایی انجام داد. خدا از اول خلقت تا آخر خلقت با هیچ کس اینجوری برخورد نکرده. خشم اینه. و جالب اینه که امامای ما اومدن این نماز قفیله رو بین نماز مغرب و عشا شاید که از غرضها این بوده. قفیله رو برای ما جاسازی ذهنی کردن که ما تکرار کنیم تا نماز قفیله تو رکعت اول و ظنون اذ ذهب مغاضبا. حواست هست؟ یونس پیغمبر رو ببین، خودتو کنترل کن. یکی از پرورودترین مدخل‌های شیطان به وجود آدم‌ها همین محل ورود دیگه، از راه غضب، خشم و عدم صبر و کنترل. بله. ورود میکنه و میزنه زمین. این طرف که نگاه نمیکنه چند سال عبادت و فلان. خیلی استفاده کردیم و خیلی کاربردی و تاثیرگذار بود. انشالله توفیق عملم داشته باشیم. عواملی نداریم، سلامتی وجود، محبت دارید، همیشه این برای شما. خیلی ممنونم که تا پایان دل دادید به برنامه خودتون. امیدوارم که این برنامه هم به دلتون نشسته باشه و از ما پذیرفته باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.